خب میدونید بورن برنده جایزه نوبل تو فیزیک به خاطر نظریه کوانتوم، کتاب خاطراتش 1956 چاپ شده. می‌نویسه من وقتی که جوان بودم این سوالات برام مطرح بود، از کجا اومدم، چیکار میکنم، مثلا وضعیت چه قراره، هدف حیات چیه و غیره. اینا رو نمیتونستم جواب بدم. میدیدم هم اختلاف نظر هست بین این فیلسوف و اون فیلسوف، اینا میرفتم سراغ علم، میدیدم به راحتی جوابمو از علم میگیرم. همه یا فیزیک اینشتینی رو قبول دارن یا کیهان شناسی فلان قبول دارن، یه نظره. اینا که همه اون سوالاتو گذاشتم کنار. ولی حالا که به دهه‌های آخر عمرم رسیدم، تمام اون سوالات جلو چشمم رژه میره و نمیتونم از اونها فرار کنم. اگه میخوان اهمیت علوم انسانی برای مهندسی را بفهمید، به این کلام طلایی اینشتین توجه بکنید. در یه نامه‌ای در 1952 3 سال قبل از فوتش به نیویورک تایمز نوشت. میگه اینشتین کافی نیست که به یک انسان یک تخصص آموزش داده شود، زیرا اگرچه او ممکن است ماشینی مفید باشد، اما شخصیتی انسانی با رشد موزون نخواهد بود. لازم است که دانشجو شناخت و احساس زنده‌ای از زیبایی‌ها و اموری که از لحاظ ارزشی خوب هستند داشته باشد، و الا وی با این دانش تخصصی بیشتر شبیه یک سگ تربیت شده خواهد بود تا انسانی که به طور موزون رشد یافته است. او باید بیاموزد که اهداف انسان‌ها و توهمات و رنج‌های آنها را بفهمد تا رابطه‌ای مناسب با همجنان خود و جامعه پیدا کند.